سلام، من امید کیا هستم و در این پادکست کتاب‌های منتشر شده‌ام رو برای شما میخونم. با کتاب انجمن دایناسورها آغاز کردم، داستانی در 36 اپیزود. لطفاً با من همراه باشید. اپیزود 16 بد جور فیل شده بود. تا آخر همان ماه 2 شغل دیگر را هم از دست دادم. آن هم 2 شغل پشت میزی. تبلیغ پودر آب میوه فوری پشت میز دم در بقالی و معرفی محصولات بهداشتی پشت میز کنج داروخانه. در هر دو مورد هم بی تقصیر بودم. سر کار اول پودر آب میوه فوری را 5 دقیقه جلوی مشتری هم میزدم ولی صاحب مرده حل نمیشد. در مورد دوم هم خانم ها مایل نبودن پیش من بیایند تا درباره انواع ژل های شستشو توضیح بدهم. خب بعد چیکار میکردم؟ البته اوضاع خیلی هم بد نبود، چون سر برج حقوق و پاداشم رسید. صاحب کارم زحمت کشیده بود و همه حق و حقوقم را با وانت فرستاده بود خانه‌ام. 2 قالیچه ماشینی 3 متری، 1 تلویزیون 29 اینچی، 1 جا کتابی بزرگ چوبی و 3 کارتون کتاب. واقعا دستش درد نکند. از کنت مونت کریستو فرستاده بود تا دنیای صوفی. چک ها را نفرستاده بود. نگه داشته بود برای روز مبادا. فکر میکنید تمام شد؟ بله، درست فکر میکنید. صاحب کارم به حساب خودش کل حقوق و سنواتم را برایم فرستاده بود. خب کتاب ها ارزش معنوی داشتند. توی حسابم 60,000 تومان داشتم. برای محاسبه لازم نبود نیوتن باشم. از همان روز لنگ کرایه خانه بودم. یک روز صبح شماره منزل تورنون را گرفتم. مایا جواب داد. همین را میخواستم. گفتم یه عرض خصوصی داشتم. مایا گفت بگو. گفتم من پول احتیاج دارم. گفت چرا به تورنون نمیگی؟ گفتم روم نمیشه. گفت هر جور راحتی، من این مقدار واسط واریز میکنم. گفتم مرسی، جبران میکنم. مایا در جواب شماره تلفنش را گفت. 2 بار گفت که یادم بماند. بعد گوشی را به تورنون داد. فکر نمیکردم صبح در خانه باشد. تورنون گفت جانم. گفتم سلام قربان، زنگ زدم بگم یه آنتی دایناسور انتخاب کردم. دروغ بود. غافلگیر شده بودم و باید یک چیزی به او میگفتم. تورنون گفت پاشو بیا اسمشو ثبت کنیم. گفتم نمیشه که دم به دقیق خونه شما پلاس باشم. گفت مزخرف نگو. زیاد فرصت نداشتم. باید یک نفر را انتخاب میکردم. به منفورترین آدم زندگیم فکر کردم. خودش بود. وکیل امور مهاجرت. دارای دکترای دروغین اعطایی از خالیبندهای تلویزیون‌های لس آنجلس. دارای کلکسیون کراوات جیغ. دارای انواع ساعت مچی بزرگ و جینگلی. دارای 3 منشی، 2 تا توی سالن، 1 توی اتاق. دارای پرچم استرالیا در اندازه‌های مختلف با دسته‌های کوتاه و بلند. شماره دفترش را گرفتم. خانم منشی فوری من را شناخت. خب آنجا پرونده داشتم، یکی از هزاران پرونده موفق. گفت آقای دکتر مهمان دارن. گفتم خواستم حضوری خدمتشون برسم. گفت امکان نداره، متاسفم. گفتم میخواستم شام دعوتشون کنم. خانم منشی گفت مورد شما که متاسفانه فیل شد. راست میگفت. مورد من بد جور فیل شده بود. گفتم بله خب، ولی به هر حال آقای دکتر خیلی زحمت کشیدن. خانم منشی لبهایش را به زور از هم جدا کرده گفت چند لحظه صبر کنین لطفاً. صبر کردم. خانم منشی بلند شد رفت. صدای پایش را شنیدم. بعد یک خانم منشی دیگر آمد و گوشی را برداشت. گفت متاسفم، آقای دکتر تشکر کردن، گفتن شام براشون مقدور نیست. گفتم بسیار خوب، پس اجازه بدین براشون نوبرونه باغمون رو بیارم. گفت خواهش میکنم. گفتم البته ناقابله، ولی برای شما هم میارم. گفت نخیر، زحمت نکشین، برای دکتر میارین کافیه.
خانم منشی حس پاریس هیلتون را داشت که ننه کلثوم میخواست برایش ترشی پیاز تحفه ببرد. گفتم پس یه شب آخر وقت خدمت میرسم. گفت شنبه تا چهارشنبه تا 9 شب تشریف دارم، 5 شنبه هم تا 3 بعد از ظهر. گفتم واقعا ممنونم، خدا نگهدار. واقعا ممنون بودم. گردوی تازه لازم داشتم. 1 کیلو کم بود، دست کم 1 گونی کوچک. اپیزود 17. اینجا چراغ افسرد. دکتر هر سال محل دفترش را عوض می‌کرد. از محدوده بهارستان شروع کرده بود، بعد رفته بود خیابان زرتشت، بعد سید خندان، بعد حوالی ونک، بعد بهترین محله مقدس اردبیلی. طبق این الگو دکتر به شکل زیگزاگ به سمت شمال شهر پیشرفت می‌کرد. احتمالاً سال آینده دفتر دکتر بالای پیست دیزین بود. دفتر جدیدش خیلی موفقیت آمیز بود. 1 سالن بزرگ با صندلی‌های راحت برای مراجعین، 1 آب سردکن، 1 تلویزیون خیلی بزرگ روی دیوار که روی اخبار شبکه جهانی BBC تنظیم بود، چند مجله خارجی روی میز وسط سالن و مهمتر از همه چیزی شبیه 1 محراب. در فرو رفتگی دیوار انتهای سالن نورپردازی کرده و پرچم استرالیا را به دیوار چسبانده بودند. رسما محراب بود. خیلی جذبه روحانی داشت. آدم دلش میخواست به آنجا پناه ببرد. روی اولین صندلی جلوی میز منشی‌ها نشستم. بوی فاضلاب میآمد. اگر من جای دکتر بودم دفتر را تعطیل میکردم. تفلک برای جلب نظر مشتری کلی خرج کرده بود. آنگاه بر آن همه زرق و برق، آن پیل‌ها و اسب‌ها و برج و باروها، آن گسترش‌ها و آن صفارایی، آن بوی گند چون آوار. افسوس دیگر کدام از جان گذشته زیر این گهبار، این هر دم افسون بار پرونده خواهد ساخت. سالن خالی بود. از داخل اتاق صدای دکتر به گوش می رسید که با کسانی صحبت می کرد. به گمانم گوش همه‌شان سنگین بود چون داشتن فریاد می کشیدن. دکتر می گفت عزیزم من به شما گفته بودم قوانین از آوریل عوض میشه. 1 نفر گفت من آوریل ماوریل بیل میرم دکتر. گفتی 6 ماه گفتیم باشه، گفتی 1 سال گفتیم باشه، گفتی 2 سال بیاینم 2 سال، حالا چی؟ دکتر گفت شما آپدیت مدارک رو تا آخر هفته به من برسونی. 1 نفر گفت ما هرچی از اول قرارمون بوده آوردیم دادیم. دکتر گفت دوست عزیز به چه زبونی بگم؟ اگه آپدیت مدارک رو نرسونید پرونده فیل میشه. گفتن یعنی چی؟ دکتر گفت یعنی ویزا نمیدن. گفتن اون دیگه مشکل خودته، پول داریم که ویزا بگیری. دکتر گفت نه خیر اینجوری نیست، شما لطفاً 1 بار قراردادمون رو بخونین. اونا گفتن قرارداد چی؟ ببین دکتر ما سوسول نیستیم، پولت میکنیم. در اتاق باز شد. 2 آقای جوان بیرون آمدن و 1 راست سمت در خروجی رفتن. اصلاً سوسول نبودن. بوی کالباس میدادن. بعد از رفتن آنها خیلی منتظر شدم. شرایط بحرانی بود. منشی‌ها یکی یکی رفتن پیش دکتر که از دلش در بیاورند. به نظرم دل دکتر خیلی پر بود چون 1/2 ساعت طول کشید تا همه‌اش در آمد. بعد منشی گفت آقای محترم بفرمایید. نوبت من بود. وارد اتاق شدم. دکتر گفت سلام عزیزم بفرمایید. به زحمت جلوی خنده‌ام را گرفتم. دکتر جلوی موهایش را مش کرده بود. لابد میخواست اینطور به نظر برسد که در گذر عمر با صبوری جفای روزگار را از سر گذرانده، ولی بیشتر مثل آن بود که هنگام مطالعه در جستجوی زمان از دست رفته شخص مارسل پروست روی کاکلش ریده است. سالخوردگی مضحکی که کالباس فروش ها هم به آن احترام نمی‌گذاشتند. منشی ارشد که بغل دست دکتر نشسته بود جواب سلامم را نداد، از بس که گرفتار بود. به نظرم سرکار خانم درست در همان لحظه توی گوشیش دنبال حلقه رابط بین نظریه نسبیت عام و مکانیک کوانتوم میگشت.
گفتم مزاحم نمیشم، یه چیز ناقابل براتون آوردم. گند زدم. کلی تمرین کرده بودم که چه بگویم. آن وقت دومین جمله‌ام به یک چیز ناقابل رسیده بود. دکتر گفت چه مزاحمتی، بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی مهربان شده بود. یک دکمه را فشار داد و گفت برایم نوشیدنی بیاورن. بعد دستهایش را به هم مالید و گفت خب پرونده شما هم که متاسفانه. گفتم فیل شد. گفت واقعا متاسف شدم. اگه میتونستین سابقه بیمه جور کنین تا آخر سال ویزاتون صادر میشد. منظور دکتر از جور کردن جعل سند بود. پولم به جعل مدارک بیمه نرسیده بود. پیش از آن تمام پسندازم را بابت دستمزد خودش داده بودم. گفتم نشد دیگه، لابد قسمت نبود. منشی ارشد از بالای عینک نگاه هم کرد و پوزخند زد. در دفتر دکتر از قسمت گفتن نشانه زوال عقل گوینده بود. دکتر هم که انگار بعد از شنیدن کلمه قسمت کاملا از من قطع امید کرده بود، سعی کرد تا رسیدن نوشیدنی سر خودش را با منشی گرم کند. دکتر نکات بسیار مهمی را به او گوش زد کرد. نکات بسیار بسیار مهمی را، چون از کل حرفایش فقط تا و از و نه و بایدش فارسی بود. بله، مردم با جت پیشرفت کرده بودند. برایم آب پرتقال آوردن. همه‌اش را یک جا سر کشیدم. مزه دوا میداد. بلند شدم، گونی گردوها را مؤدبانه کنار میزش روی زمین گذاشتم و گفتم آی دکتر ارزه مرخصی می‌فرمایید؟ گفت چرا با این عجله تشریف داشتی؟ گفتم نه دیگه، دلم برای شما تنگ شده بود، اومدم که عرض ادبی کرده باشم. دهان منشی ارشد نیمه باز مانده بود. خب حق داشت. تفلک به عمرش حرفای زمختی از جنس دلتنگی و عرض ادب نشنیده بود. به نظرم تا قبل از شنیدن حرفای من گوش خانم منشی باکره بود. یا فقط کلمات شیک و نانازی از قبیل اپلای و ددلاین و داکیومنت داخلش میرفت. دکتر در صورت من به دور دست چشم دوخته بود. به گمانم آنجا دنبال کاسه زیر نیم کاسه میگشت. گفت عزیزم اصلا راضی به زحمت شما نبودم. گفتم چه زحمتی؟ خب با اجازه شما. گفت خواهش میکنم موفق باشی. موفق بودم. همه چیز طبق نقشه پیش رفته بود. منشی ها در سالن این پا آن پا می‌کردند. کیفشان را به دست گرفته بودند و زیر لب غر می‌زدند. لابد منتظر بودند من زودتر گورم را گم کنم تا بتوانند همراه دو پسر جوان با یک ماشین اسپورت که پشتش نوشته بیمه اشک مادر بروند ساندویچ کثیف بخورند. از خانم‌ها اجازه مرخصی خواستم. گفتند به سلامت. چراغ‌ها رو خاموش کردند. دفتر تاریک شد. لابد دکتر و منشی ها توانایی دید در شب داشتند. چراغ محراب روشن بود. باد به پرچم استرالیا می‌وزید. بوی گوه خوش شده می‌آمد. اپیزود 18 یارو رفت. دلم می‌خواست او را بکشم. اول از روی ناچاری او را به ترودو معرفی کردم، اما بعد هر روز که گذشت بیشتر مصمم شدم. بگذارید میزان نفرتم از دکتر را اینطوری توضیح بدم. توی جدول لیگ آنتی دایناسوری که صاحب کارم در آن پنجم بود، جورج بوش و دکتر با امتیاز برابر صدرنشین بودند. فقط در تفاضل گل فرق می‌کردند. زاغ آنتی دایناسورم را زده بودم. ساعت خروج او از دفتر، مسیر عبورش در خیابان اصلی و اولین فرعی که با آن میپیچید. روشن‌ترین جای خیابان فرعی را نشان کرده بودم تا به راحتی دیده شوم. تاریک‌ترین جای همان خیابان را هم برای مراحل بعدی نشان کرده بودم. 2 ساک دستی پر از روزنامه باطله آماده داشتم. چراغ قوه برداشته بودم که بعد از قتل اگر لازم شد ماشین را خوب وارسی کنم. توی ساک کاپشن شلوار ورزشی مشکی گذاشته بودم که روی لباس خونی‌ام بپوشم. کتانی پوشیده بودم. چاقو توی جیب شلوارم گذاشته بودم. قرص آرام بخش برداشته بودم که اگر لازم شد بخورم. پول برداشته بودم. دستمال کاغذی برداشته بودم. حتی کارت پایان خدمت برداشته بودم. داستانم را بارها تمرین کرده بودم. قرار بود دکتر خیال کند آن ساک‌ها پر از کتابند. کتاب‌هایی که از مادر دوستم که در آمریکاست به امانت گرفتم و فقط به خاطر سنگینی ساک‌هاست که تا تجریش راضی به زحمت دکتر می‌شوم.
شک ندارم که شخص چارلز منسون هم برای قتل یک وکیل امور مهاجرت همینقدر وقت میگذاشت. یعنی میخوام بگم از محاسبه، تمرین، برنامه ریزی و هر پدر سوخته بازی دیگر که فکرش را بکنه چیزی کم نگذاشته بوده. اما وقتی نخواهد بشود نمیشود. 2 بار آخر شب سر راه دکتر توی فرعی کنار خیابان ایستادم بلکه سوارم کند تا یک جایی برساندم و من هم ترتیب اولین قربانیم را بدهم. ولی او هر 2 بار عین تایتانیک با متانت از جلوی من رد شد. انگار نه انگار که به تازگی گردوهای مرا حناق کرده بود. به گمانم ایراد نقشه من حساب احمقانه‌ای بود که روی مرام آنتی دایناسور کرده بودم. از پیگیری نقشه منصرف شدم. اگر دوباره میرفتم سر راهش می ایستادم حتما شک میکرد. خیلی تابلو بود. بعد از ظهر پنجشنبه از دفتر دکتر تماس گرفتن. دکتر گفت سلام عزیزم، خوبی؟ گفتم مرسی، شما خوبی؟ گفت خوب که نه، خدا رو شکر میکنیم که از این بدتر نشیم. ظاهرا دکتر با خدا هم حساب دفتری داشت. گفتم خب الحمدلله. ناگهان دکتر با من دوست شد. گفت ببینین دوست من، حقیقت شبی که اومدین اینجا به حدی متاثر شدم که این چند روز مدام دنبال راهی میگشتم بلکه بتونم پرونده شما رو دوباره به جریان بندازم. گفتم راضی به زحمت نبودم. گفت خلاصه کلی فکر کردم، حتی زنگ زدم به همکاری که تجربه بیشتر دارن، همکارای اینجا، همکارای اونجا، تا اینکه امروز صبح guess what؟ گفتم what؟ کاملا جدی گفتم. جواب آن همه هیجان نمیتوانست یک چیچی معمولی باشد. دکتر گفت یه راهی هست، البته قول نمیدم که بعد شرمنده بشم، ولی شما انگلیسیت خوبه؟ گفتم بد نیست، مثلا در چه حدی؟ دکتر گفت مثلا یه آیلتس 6 میتونی بیاری؟ میتوانستم بیاورم. آیلتس 7 هم میتوانستم بیاورم. از شبکاری در آژانس آسانتر بود. گفتم بله میتونم. گفت پس امروز تشریف بیارین دفتر یه متنی با هم تنظیم کنیم. گفتم تا ساعت 3 که نمیرسم، شنبه بیام؟ گفت امشب تا ساعت 9 هستم، شما 9 و نیم بیا. گفتم چیز خاصی لازم نیست بیارم؟ دکتر گفت فعلا خیر، فقط کانترکت قبلی رو هم بیارین همراهتون. من رفتم دفتر. قرارداد ما را هم بردم. پنجشنبه شب ساختمان سوت و کور بود. در دفتر باز بود. وارد سالن شدم. منشی ها رفته بودند. هنوز بوی گند فاضلاب می آمد. روی صندلی جلوی میز منشی نشستم. دکتر از توالت بیرون آمد. گفت به به، سلام علیکم. دکتر دستش را با دستمال خشک کرد و در دفتر را بست. گفتم علیک سلام. دکتر گفت خب کانترکت قبلی کو؟ قراردادمان را عین مشق شب 2 دستی تحویل دکتر دادم. دکتر گفت خب خیلی هم عالی. بچه ها؟ دکتر بچه ها را صدا زد. 3 نفر از اتاق دکتر بیرون آمدند. بچه های بسیار بزرگی بودند. با آنها سلام کردم. جواب سلامم را ندادند. دکتر پشت میز منشی ها نشست. 2 نفر از بچه ها مرا گرفتند. 3 توی دلم مشت زد. من مشت خوردم. دکتر تماشا کرد. از یک چیز خیلی خوشم آمد. فحش مادر ندادن. و یک چیز خوب دیگر. مشت زن مشت دوم را فوری میزد. پیش از آن که دردم اوج بگیرد. دکتر نجاتم داد. گفت بس دیگه نزنش. افتادم روی زمین. دکتر پرسید کی اجیرت کرده؟ دکتر خیلی مادی بود. جواب دادم هیچکی. حرف که میزدم درد در دلم موج میزد. دکتر گفت پس مشکل چیه با من؟ گفتم میخوام بکشمت. پرسید واسه چی؟ گفتم واسه اینکه کثافتی. اصلا توجیه خوبی نبود. کلی حرف توی سرم بود ولی فقط همین را توانستم بگویم. انگار چرخ گوشت مغزم از یک گوزن درسته 2 سوسیس کوچولو بیرون داده بود. دکتر گفت پاشو گم شو. کم کم داشت بیادب می شد.
جواب دادم ببخشید نمیتونم. واقعا نمیتونستم. دکتر گفت گوش کن، حالت که جا اومد میری گم میشی. دفعه دیگه اینجا ببینم میرم اخدت کنن. دکتر به اتاقش رفت. 2 نفر از بچه‌ها زیر بغلم را گرفتند، بلندم کردند و رفتم پی دکتر. مشت زن خیس عرق روی صندلی روبروی من نشست. حسابی خسته شده بود. پرسید تازه داری گریه میکنی اسکو؟ مشت زن صدای نازکی داشت. انگار قبلا دکتر داده بود اخدش کرده بودند. جواب دادم گریه نمیکنم، از چشام داره آب میاد. مشت زن گفت برو مسخره. مشت زن نگاهش رو از من برداشت و به محراب دوخت. پرچم استرالیا در محراب انگار تکه‌ای از دامن ملکه بود. مشت زن حق داشت. پیش آن رنگ‌های قشنگ و آن جلال و جبروت من واقعا مسخره بودم. حال عجیبی داشتم. انگار چیزی توی قلبم می‌جوشید و نزدیک بود سر برود. نتوانستم جلوی حرفایم رو بگیرم. شروع کردم. گفتم میگی گریه؟ بذار برات تعریف کنم. خواب میبینم مامان خونه نیست. چند روز میگذره و جاش خالیه. من خیلی ناراحت میشم. خیال میکنم مامان گم شده یا مرده یا زندانیش کردن. خیال میکنم بابا از جریان خبر داره ولی چیزی نمیگه. منم جرئت نمیکنم ازش بپرسم، چون میترسم خبر بد بهم بده. بعضی وقتا وسط خواب مامان میاد خونه ولی به من توجه نمیکنه. انگار ترسیده. با عجله تو خونه دنبال یه چیزی میگرده و بعد دوباره میره. هر چیز ازش میپرسم مامان کجا بودی؟ کی برمیگردی؟ جواب نمیده. انگار دم در چند نفر منتظرن که دوباره ببرنش. من از ترس درمونده میشم. وقتی مامان دوباره میاد میشنم یه گوشه گریه میکنم. اونقدر گریه میکنم که بیدار میشم. مسخره نیست. 20 ساله که این خوابو میبینم. کم کم هفته یه بار. مشت زن نفسش را بیرون داد و گفت لعنت بر دل سیاه شیطون. ادامه دادم. گفتم یا از اون بدتر. خواب میبینم که دارن میان سراغ من. به خودم میگم الان دیگه میرسن. ولی نمیتونم در خونه رو محکم ببندم. چون قفل در درست کار نمیکنه. خیلی میترسم. بعد میبینم بابا از ته کوچه تاریک میاد. در رو باز میکنم. میگم بابا زود باش بیا تو. بودو دیگه الان میرسن. بابا وارد میشه. در باز میمونه. در رو فراموش میکنم. همونجا بابا رو بغل میکنم. میدونم مرده ولی بغلش میکنم. انگار بابا فقط مریض بود و حالا دیگه خوب شده. بابا سر میذاره رو شونم، های های گریه میکنه. شونم خیس میشه. از خواب که میپرم گیج و منگ دست میکشم رو شونم، میبینم خیس نیست. اون وقت گریه هم میگیره. سر میذارم رو بالش تا خود صبح گریه میکنم. مشت زن گفت چی بگم والا چه میدونم. مشت زن شنونده خوبی بود. اگر فرصت داشتم بقیه خوابهای جالبم رو برایش تعریف میکردم. خواب نبش قبر ترودون و رسیدن به سنگ خارا. خواب سوختن نیمی از جسدم و تراوت عجیب نیمه نسوختم. خواب فرار از طبقه 10 یک ساختمان شعله‌ور پیش از فروپاشی. خواب راه پله‌های ناتمام، نرده‌های معلق، سقف‌های سست و دالان‌های بن‌بست. پرسیدم شما چی؟ شما از این خوابا میبینی؟ دکتر از داخل اتاق فریاد زد یارو رفت؟ مشت زن بلند شد و در را برایم باز کرد. از او خداحافظی کردم. گفتم آقا خداحافظ. مشت زن جواب خداحافظیم را داد و در را بست. گفت برو داداشم، برو به سلامت. وارد آسانسور شدم. در آینه به خودم لبخند زدم. حالم خوب بود. بعد عمری من هم داداش کسی بودم. پایان بخش 6. سپاسگزارم که برای شنیدن وقت صرف کردید. بسیار مشتاقم تا نظر شما رو بدونم. و اینکه فایل صوتی این اپیزود در کانال یوتیوب من آپلود شده که سر البته با سابسکرایب و کامنت اینجا یا در یوتیوب بسیار خوشحالم میکنیم. کانال یوتیوب من رو با شناسه The Dinosaur Society و با همین لوگوی فارسی نویس انجمن دایناسورها پیدا خواهید کرد. مراقب خودتون باشید و به امید روزهای بهتر.